راز 16 ما عزیزان نام دارد قلف هنر باطنی خود را باز کند. ببینید که آلبرت اینشتین چی زیبا میگوید که خیال پردازی مهمتر از حقیقت است. واقعا عزیزان در اینجا ما یک خبری خوب برای شما داریم. شما یک نابغه قوی اراده هستید. شما داناتر از آن هستید که تا کنون تصورش را داشتید. قدرت تفکر و خلاقیت شما بیشتر از آنی است که تا کنون از آن استفاده کردید. مغز شما 10 میلیون سلول دارد که هر کدام از آنها به وسیله شبکه‌های پیچیده از نورون‌ها و دندریت‌ها به بیش از 20,000 سلول دیگر وصل می شود. این به آن معنی است که ترکیب‌ها و جایگشت‌های احتمالی سلول‌های مغز شما بزرگتر از تعداد مولکول‌های موجوده در کیهان شناخته شده است. توانایی شما به بیان پیشنهادهای موفقیت آمیز نامحدود است. یعنی قدرتی نامحدود در موفق شدن دارد. خلاقیت شما با 3 عامل برانگیخته می شود. اول، هدفهای بسیار مطلوب و زیبا. دوم، مشکلات فشرده. و سوم، پرسش‌های مرکزی. هرچی قدرت فکری خود را روی رسیدن به هدف، حل مشکلات و پاسخ به پرسش‌های درباره وضعیت کار و زندگی شخصی خود متمرکز کنید، هوشیاری شما در کار بیشتر خواهد شد و برای کار در آینده بهتر فکر خواهید کرد. مغز شما عزیزان و خلاقیت شما مانندی یک ماهیچه است. هرچی از آن بیشتر استفاده کنید قویتر و خسته ناپذیر می شود. اگر خودتان را عادت دهید تا در دوام روز به خلاقیت فکر کنید، در نتیجه عملا سنجش ذهن و قدرت تفکری خود را افزایش می دهید. به یاد داشته باشید معنی دیگری خلاقیت اصلاح است. هر زمان که به ایده بهبود بخشی از کارتان مواجه شدید تا راه‌های نوی را بهتر، زودتر و ارزانتر پیدا کنید تا نتیجه های حاصل شده از سطح خلاقیت شما بالا است. همانطور که موشک‌ها به وسیله تمرین‌های ورزشی و فیزیکی تقویت می‌شوند، ماهیچه‌های روح خود را نیز، یعنی موشک‌های خود را نیز می‌توانید با تمرین دادن آنها تقویت کرد. در اینجا یک تمرین پیشنهاد می‌کنیم تا نیروی فکری شما افزایش یابد و قلف هنری باطنی شما باز شود. یک ورق، یعنی یک کاغذ سفید بگیرید و مهمترین هدف با پیچیده ترین مشکلات خود را به شکل یک پرسش در بالای آن بنویسید. مثلا می توانید بنویسید چگونه می توانم درآمدم را در 24 تا 39 ماه آینده 2 برابر کنم. اکنون خودتان را وادار کنید حداقل 20 جواب مختلف به پرسش‌هایتان بدهید. یکی از جوابهایتان را انتخاب کنید و کار را روی آن فوراً شروع کنید. از نتیجه هایی که خواهید گرفت شگفت زده خواهید شد عزیزان. این تمرین را بسیاری افراد موفق در زندگی عملی کردند. خوب بیاید اینجا تمرین عملی را بنویسیم که میگوید مهمترین مشکل با بهترین هدف خود را یادداشت کنید. سپس فرض کنید این مشکل کاملا حل شده است یا به هدفتان دست پیدا کرده. حل مسئله با این نتیجه حاصل شده به چه صورت خواهد بود؟ برای اینکه به این نتیجه دست پیدا کنید فوراً به چه کار دست خواهید زد؟ به خاطر داشته باشید
عمل کردن همه چیز است و 200 گفته چنین کردار نیست، یا به عمل کار براید به سخندانی نیست. یعنی هر آن چیزی که ما در ذهن میپرورانیم آن را در عمل تطبیق نکنیم، اون به مانند همان 200 گفته نیمی کردار نیست می شود. به همین خاطر هر آنچه که در ذهن و مغز شما چرخ میزند و آن را دقیق کرده اید و میدانید که موفقیت شما را نزدیک میکند، حتما به عمل رو بیارید و کارهای عملی خود را زیاد نماید. خوب عزیزان، پایان درس 16 هم بود که پیشکش شما عزیزان گردانیدیم. با امید سعادت روزگار و با امید موفقیت و پیروزی همه شما عزیزان. تا درس‌های دیگر با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بخوانید و بشنوید. خودتان را احتیاط کنید.